وقتی که در مذهب خودمون ملاحظه میکنیم که فقه ما اونطور غنی است و فلسفه ما اونطور غنی است، اون اشخاصی که این فقه را به این غنا رسوندند و اون اشخاصی که این فلسفه را به این غنا رسوندند کاخنشینان نبودند، کوهنشینان بودند. شیخ طوسی که مبدأ این امور و ارزنده ترین اشخاص در جامعه تشیع بوده است، یک کاخنشین نبوده است. اگر کاخنشین بود نمیتوانست این کتبی که تحویل جامعه داده است و این شاگردهایی که تحویل جامعه داده است تحویل بدهد. در قشر مرفه نمیشد یه همچه کاری انجام بگیرد. وقتی که در متأخرین از علما ملاحظه میکنیم میبینیم که صاحب جواهر یه همچی کتابی نوشته است که اگر 100 نفر انسان بخواهند بنویسند شاید از عهده بر نیایند. و این یک کاخنشین نبوده، از یه آدمی که علاقه به شکم و شهوات و مال و منال و جاه و امثال اینا دارد این کارا نمیاد. طبع قضیه این است که نتوانند